سفر ذهنی به اوج آرامش. سلام دوست من، ازت میخوام توی این مدیتیشن با من همراه باشی. چشمهات رو ببند و یه نفس عمیق بکش. آرامش رو به تمام وجودت دعوت کن. حالا تصور کن یه جای بلند و زیبا ایستادی. شاید یه قله‌ای باشه که از اون میشه تمام دنیا رو دید و نسیم خنکی که صورتت رو نوازش میکنه، بوی تازگی هوا رو حس میکنی، استشمام میکنی و صدای آروم پرنده ها رو از دور دست ها میشنوی. یه نگاه به اون پایین بنداز، به دشت های گسترده‌ای که زیر پاته، به درخت های سرسبز و رودخونه هایی که با آرامش از بین درخت ها جریان دارن. نور خورشید که روی سطح آب رودخونه ها میرقصه. تصور کن تو و این منظره یکی هستید. هیچ مرزی بین تو و آرامش این منظره وجود نداره. خودت رو سبک حس کن، انگار که نیرویی تو رو به بالا میبره. بدنت رو از زمین جدا میکنه و تو شروع به بالا رفتن میکنی. از بین ابرها آروم رد میشی و سفیدی ابرها مثل یک آغوش نرم تو رو در بر میگیره. هرچی بالاتر میری همه چی کوچیک و کوچیک و کوچیکتر میشه. از ارتفاع بالا پایین رو ببین. شهر زیر پای توه. خونه ها، خیابون ها، آدم ها و هیچ صدایی نیست. تمام سر و صداها خاموش شدند. همه چی آرومه و تو فقط نظاره‌گری در صلح و سکوت، جایی که هیچی نمیتونه تو رو آشفته کنه. حالا بازم بالاتر برو. کوه‌ها، دریاها رو ببین. زمین رو ببین. مثل یک نقاشی بزرگ و زیبا که برای تو گسترده شده. فقط آبی آسمان و سبزی زمین. یه لحظه مکث کن. بذار این احساس در تو جریان داشته باشه. سبکی، آزادی، اتصال با چیزی که بزرگتر از خودته. امنه،
ممکنه و تو لایقش هستی. تو لایق آرامشی. تو خود آرامشی. تو بخشی از این عظمت هستی هستی و همین لحظه کافی هستی. جهان هستی با تو کامل شده. تو کافی هستی. کم کم آماده شو برای بازگشت. به آرومی شروع به پایین اومدن کن. همونطور که سبکی و آرامش رو با خودت به همراه داری. دوباره ابرها رو لمس کن. نسیم رو حس کن. وقتی به زمین برمیگردی بدون که این سفر هنوز در وجود تو باقی مونده و تو منشأ آرامش، امنیت، قدرت، شادی و هدایت در زمین هستی. هوا رو روی پوستت احساس کن. انگشتای دست و پات رو تکون بده و آروم آروم همینطور که چشمهات رو باز می‌کنی با خودت تکرار کن: آرامش از من آغاز می شود. آرامش از من آغاز می شود. آرامش از من